همونطور که میبینید افتادگی پلک بالا بسیار زیاده و پوست اضافی پلک باعث شده که بینایی ضعیف بشه. بهترین روش برای درمان این افتادگی جراحی بلفاروپلاستیه. یه عمل سرپایی بدون نیاز به بیهوشی، فقط با تزریق بی‌حسی انجام میشه و در حین عمل هیچ گونه دردی رو احساس نمی‌کنید. این هم نتیجه عمل بلافاصله بعد از بلفاروپلاستی پلک بالا. همونطور که میبینید بخیه‌هاشون لیزریه، کاملا ظریفه و بعد از چند ماه جای بخیه‌ها کاملا محو میشه.